سلام علیکم. سلام چنگالی. سلام چنگالی. بخوایم بریم بازی کنیم. با چنگالا. چه بازی؟ نمی‌دونی. نگاه کنیم. نگاه کنیم. آخرش میگی. نگاه کنیم. 3 2 1 یا اصلا اینجوری نمیشه. روی که افتاده زمین با چنگال برداره. تمام. خیلی آسون تر از اونی بود که فکر کردم. خب اگر شما هم مثل نراخانه اینجوری کشیدین هم میز آوردین تقلب نه من این شکلی برداشتم همتون. من هم دیگه برداشتم ولی خب این یه قبولی من اینجوری برداشته زفتش به اینه یه بار دیگه من میخواستم این شکلی کنم. شماره بگیم؟ خب نه تصویه قانونی بذاریم من یک محفوظم نباید تلفون بکنیم نه چیز کنیم ولی نباید بیاریم این لبه برداشت کنیم خب یه قانون بذاریم یکم سخت‌تر کنیم. درست کنیم پایی چنگال که نمیشه بخورد نه نمیشه اون رو هم بود چون تا من با یه شنگال بزنی نمیاد بیاین یک کچالا اینو اینجوری کنیم. بسید راحت نبیده یکی پشت یکی رو آره نه اون دیگه قابل ویدیو چک نیست. دیگه پشت تا بگیم همون رو بگیم. هم کنیم همون رو بگیم. نه دیگه یه میسی کشیدن ممنون. آره کشیدن کشیدن ممنون دیگه حرک کردن چیه؟ بلند کنیم آره اوکی نمیشه اینجوری دیگه ها نه کیا این کار میکنه اینو میگه. دیگه تمام برتره کیا آقا آره کیا اشتار نه یک دو سه یک دو سه بریم من یه بار از من یه دونه گیر کردم منم اولش میکنم تمام تمام خب من دو شما یک دوباره بگیم. سه بار آها سه اول قبل بود یک دو سه با هم بردیم. با هم بردیم چجوری با هم بردیم تمام تمام کو تمام دیگه. چرا گفتی الان معلومه همه سمایه کنون ویدیو چک میکنیم من هم تمام شدم ویدیو چک تو میکنم. که نبودی اصلا من نگفتم شما هادی گفته بود تمام دیگه من نگفتم. برو اصلا سکات رو بشون نمیم سکات رو برابره چون سکات رو افتاد زمین برداشته نه نه خب تمامه ویدیو چک میکنیم ببینیم برنده کیه بریم فینال این دوتا رو ببینیم کی میبره ویدیو چک شد سمریه بود دو بریم فینالش رو ببینیم یک دو سه ببینیم کی برنده میشه
سکار رو بردم. اوه بازی تموم شد، رسیدیم بخش قواعد بازی. به تعداد نفرات و به تعداد مساوی سکه میخواد. یه ظرفی میخوام که سکه ها رو بریزیم توش. 2 تا چنگال، 2 تا کارت، 2 تا خاشو، هر چی شما دوست دارید، 2 تا خطکش، هر چیزی که دوست دارید برمی‌دارید. هر کسی 2 تا دستشه، سکه ها روی زمینه به این صورت برمی‌دارید و میندازید. این که بیاریم نبینید اینجوری نداریم، این غلطه. این که اینجوری بندازیم یا هوا بگیریم هم نداریم. هر کسی اول از همه سکه‌هاشو بریزه داخل برنده است. دیگه مورد دیگه نیست تا بازی بعدی. خداحافظ.